به نام خدا. دکتر سید رضای ازانپرست هستم. همونجور که قول دادم در مورد قلبالگیری بیماران قلبی یا بیماریابی امروز این ویدیو رو خدمتتون ارائه میدم. هر روزه میشنیم که اطراف اون، حالا تو مجلات، روزنامه ها، تو اخبار، که فلان فرد 20 ساله سکته قلبی کرده و به رحمت و ایزدی پیوسته، یا فردی 18 ساله دچار سکته قلبی شده. حالا ما چه کار بکنیم که جلوگیری بکنیم از این اتفاقاتی که داره هر روز اتفاق میفته؟ بهترین راه همون سالهایی که شما پرسین، از چه سنی ما بیایم قلبالگری بکنیم، یعنی بیایم خودمون رو با متخصص قلب نشون بدیم و ایشون با ابزارهایی که در دستشون هست بررسی کنه و با ما بگه که امکان این که یک شخص یا من نوعی که مراجعه میکنم چقدر امکان داره که من در آینده نزدیک یا در طول 10 سال آینده به بیماری قلب دچار شم. خب حالا سوالات زیاده، اینکه ما چه سنی مراجعه بکنیم. اگر هیچ پیش زمینه خانوادگی بیماری قلبی، سکته قلبی نداشته باشین و فردی نداشته باشین که خودتون هیچ علامتی نداشته باشین، فردی هم نداشته باشین که بیماری قلبی داشته باشه، سکته قلبی کرده باشه یا بیماری قلبی کرده باشه یا آنژیوگرافی کرده باشه یا استنت گذاشته باشه، بالون زده باشه، اون فرد میتونه از سن 20 سالگی مراجعه بکنه و اولین آزمایشات رو در مورد چربی خون و چک فشار خون و یک سری ابزار دیگه هست در دست هر متخصص قلبی که میتونه فرد با همون ابزار رو چک فشار خون، به قولن چربی خون، بگه که شما نیاز به تست های دیگه داری یا نه. حالا بعد از اینکه آزمایش چربی خون شما مشخص شد میتونه بگه. منتها مورد بعد 2 تا مورد میشه. اگه خود فرد دچار علامتی، یعنی چی؟ یعنی دچار تنگی نفس تو راه رفتن، تو فعالیت، یا درد سینه گاهی هست، یا بعضی اوقات تو استرس میگیره دچار تپش قلب شدید میشه، یا فشار خونش خیلی میره بالا، یا فشار خونش افت میکنه، یا اینکه درد سینه میگیره. این یه موردش هست که باید زمانی این اتفاق افتاد مراجعه بکنه، بدون اینکه سنش ما بگیم چند سالشون. حتی اگه یک کودک 8 ساله این اتفاق براش افتاد، باید حتما مراجعه کنه. محدودیت، مخصوصا اگه محدودیت فعالیتی براش وجود داره، مثلا میتونست یه مسیری راحت بره، بعد از یه مدتی مسیر رو نفسشون تنگ بشه مثلا، یا نتونه بره، یا خسته بشه، باید هر زمان این اتفاق افتاد مراجعه بکنه به متخصص قلب و مورد بررسی قرار بگیره. و حداقل بررسی هایی که برایشون باید انجام بشه، یکی که معاینه کامل بشه، یه اکو بشه و یه تست ورزش و نوار قلب گرفته بشه. این حداقل اون که بعد از مشخص شدن نتایج این، متخصص قلبتون میتونه دیگه براتون تصمیم گیری بکنه که آیا نیاز به تست های دیگه و بررسی های دیگه هست یا نه. مورد دیگه این که داریم که اصلا هیچ علامتی نداره، منتها ایشون سابقه خانوادگی یا همون ارثی رو داره. مثلا یه فردی داره که پدری، مادر، خواهر، برادر، عمو، حالا عمو یه ذره دورتر، به سکته قلبی دچار. اگه مورداش بیشتر، مثلا 2 تا عموش یا پسر عموش و عموش، مثلا اینا زیاد شده باشه، باز هم در معرض خطر قرار میگیره. باید در هر زمانی اینا مراجعه بکنن و مورد بررسی قرار بگیرن. اولین تست همون تست چربی خون و کلا قند خون هست و بعد یه معاینه کامل که شامل فشار خون و معاینه قلبی میشه. و مورد دیگه این که حتما اینا هم تحت بررسی و پایش اکوکاردیوگرافی، نوار قلب و تست ورزش باید قرار بگیرن. حالا ما یک سری ابزارهای پزشکای قلب در اختیار داریم که میتونیم هر فردی که با ما مراجعه بکنه با انجام این تستا، یعنی اکو، نوار قلب، تست ورزش و آزمایش هایی که
حالا بهشون میدیم و انجام میدن و جوابشون برامون میارن و سابقه ای که دارن، اینکه سیگاری هستن سیگاری نیستن، فعالیتی دارن فعالیتی ندارن و غیره، میتونیم پیش بینی بکنیم طبق ابزاری که از انجمنهای جهانی قلب در اختیار ماست. میتونیم پیش بینی بکنیم که مثلا ریسک خطر ابتلا به بیماری قلبی یا همون سکته قلبی تو 10 سال آینده چقدره و چه کار بکنیم که اگر ریسک خطر بالا بوده چه کار بکنیم که بتونیم جلوگیری بکنیم از این ابتلا و راهکاراشون که ساده است. ما توصیه‌مون اینه که دوستان عزیز قبل از اینکه مبتلا بشیم به بیماری قلبی، قبل از اون با یه هزینه بسیار کمی از ناتوانی‌های بعدی که متاسفانه به وجود میاد جلوگیری بکنیم. علاوه بر هزینه‌های بسیار زیادی که متحمل میشیم، از ناتوانی‌ها که هدف ما بیشتر همون ناتوانی‌ها، جلوگیری از ناتوانی‌هایی که برای یه فرد به وجود میاد و یه عمر میخواد با بیماری قلبی و کاهش فانکشن قلبی سر بکنه، ما جلوگیری بکنیم. توصیه ما اینه، همه پزشکای قلبی و خبر خوب اینی که اینجا هم تو مطبم این ابزارا رو در اختیار دارم و بسیار ساده است و هیچ هزینه اضافی بشه شما نمیخواد متحمل بشین. همون تستای عادی رو که میدین، ما با وسیله اون ابزار ریسکتون رو برای ریسک بیماری قلبی، سکته قلبی رو برای 10 سال آینده پیش بینی میکنیم و بهتون میگیم و هر چی لازم باشه خدمتتون میگیم. پس توصیه های ما را جدی بگیرید، انشالله که مواظب سلامتی قلب خودتون باشین. ما را فالو کنید، ما را به دوستانتون معرفی بکنید که انشالله این ویدیو پخش بشه و خیلی افرادی که احتمال داره به بیماری قلبی دچار بشن جلوگیری بشه از این مشکل بزرگ. سلامتی شما و سلامت قلب شما آرزوی ماست. موفق و پیروز باشید.